ماوراءالنهر چی معنی دارد؟ سرزمین ماوراءالنهر قسمت شرقی خراسان بزرگ بود که در آن طرف رود بزرگ آمو جایگیر بود. به همین خاطر نام جغرافیایی این منطقه در عربی ماوراءالنهر شده است که معنی آن طرف رود گفتند. قبل از اسلام هم نامش با همین مضمون بود، ولی در زبان آریایی یعنی ورارود می‌باشد. برای چی نام‌های جغرافی قبل از اسلامی ماوراءالنهر آریایی بودند؟ سبب آریایی بودن نام‌های جغرافی منطقه ماوراءالنهر در آن است که از زمان قدیم تا اولهای سالشماری میلادی در این سرزمین تنها قوم‌های آریایی زندگی می‌کردند که بعد در عرصه ظهور اسلام به اینجا قوم‌های ترک آمدند و من بعد نام‌های ترکی نیز پیدا شدند. خراسان و ماوراءالنهر. خراسان بزرگ در کجا بود؟ معنی خراسان سرزمین آفتابی است. در قدیم و عصرهای میانه کشوری بزرگ بود که تمام ایران زمین شرقی را از دشت کبیر ایران تا سرحدهای دریای سیر در بر می‌گرفت. ماوراءالنهر یا خراسان بزرگ بود. خراسان بزرگ سرزمین مرکزی و اساس اجداد تاجیکان بود. خراسان ایرانی کنونی یکی از قسمت‌های سرزمین خراسان تاریخی است که کمتر از نصف اصل آن را در بر می‌گیرد. اصطلاح ایرانی تبار چی معنی دارد؟ ایرانی تبار مردمی را میگویند که برآمدی نژادشان از قوم‌های آریایی است. مکان زیستشان ایران زمین، آسیای مرکزی، ایران و افغانستان بوده. زبانشان ایرانی است، یعنی غیر ترکی. تاجیکان از جمله ایران تباران می باشند. برای چی نام زبان آریایی فارسی شد؟ زبان آریایی همچون زبان دولتی و دینی دولت‌های بزرگ آریایی از جمله هخامنشیان و دولت کوشانیان، یعنی از عصر 6 تا میلاد تا عصر 3 بعد از میلاد در سرنوشت‌های همان زمان باقی ماند. ولی این زبان این بعد با نام فارسی مشهور شد. چرا؟ زیرا ولایت غربی قوم‌های آریایی فارس و اروپاییان و عرب‌ها نزدیکتر بود. آنها این زبان را زبان فارسی ها می گفتند و بعداً در دوره دولت بزرگ پارتها یعنی اشکانیان که مرکزشان در خراسان بزرگ بود و این سرزمین پارس هم می گفتند و آن از ولایت های فارس و مراتب بزرگتر بود. بدین سبب زبان آنها را فارسی پهلوی نیز می گفتند. این دولت پارتها در زمان خود یگانه دولت بزرگ آریایی ها بود که پیوسته با امپریای روم مقابلیت میکرد و بدین واسطه در تمام اروپا شهرت و دهشت میافکند. زبان آریایی به نام این دولت هم شهرت یافت، باز هم بیشتر نام فارسی را گرفت.